روی تور کار کردیم و الان می‌خوایم روی حریر شیشه‌ای کار کنیم. حریر شیشه‌ای خب کاربردهای زیادی داره توی لباس شب، لباس‌های مجلسی، لباس عروس و اینکه همونطوری که روی تور ما طرح رو گذاشتیم زیر در واقع این کارگاهمون و شروع کردیم به طراحی بدون اینکه طرح رو بخوایم با مداد حرارتی یا کربن یا خودکار حرارتی انتقال بدیم روی حریرمون، با همون روش شما میتونین الان دوباره طرح رو بذارین زیر کارگاهتون و از پشت حریر ببینین و شروع کنین با قلم کار کردن. برای این کار من دیگه از تکسچر نمیخوام استفاده کنم این دفعه. برای زیرساز حریر شیشه‌ای ترجیح میدم از بیندر استفاده کنم. تقریبا این مدیوم ها کاراییشون یکی هست، ولی خب بافت بیندر طوریه که برای حریر شیشه‌ای خیلی لطیفتر و مناسبتر هست. من یه مقدار از بیندرم رو ریختم روی پالت و شروع میکنم به طرحم رو اجرا کردن. شما طرح رو میتونین بذارین همونطور که گفتم زیر کارگاهتون، ولی خب من الان نمیخوام اصلا طرح رو کپی کنم. در واقع میخوام با ایده خودم برم جلو و از ابتدا خودم شروع کنم به طراحی. پس با بیندر شروع میکنیم با قلم خیلی ظریف و طرح رو اجرا میکنیم. مراقب باشین که خیلی دستتون رو فشار ندین روی کارگاه، به خاطر اینکه بافت حریر خیلی ظریفه و پارچه خورده حالت میگیره، از اون در واقع ایستایی و مرتب بودنش در میاد. دقیقاً جاهایی که میخواین رنگ داشته باشه باید اول با بیندر کار کنین. یه جاهایی هم که نمیخواین رنگ داشته باشه اصلا نیازی نیست که از بیندر روی اون قسمت حریر شیشه ایتون کار کنین. فقط جاهایی که قراره شما رنگ اضافه کنین، یه جاهای خوبه که از اون حریر استفاده بشه و دیده بشه توی نقاشی.
هر جا که دیدین برجسته مونده با قلم بیندر رو آروم آروم صاف کنین که خیلی برجسته نمونه روی حریرتون. موقع رنگ‌گذاری خود اون قسمتایی که خیلی برجسته مونده ممکنه اذیت کنه.